دادگستری کل استان کرمانشاه، آقایان قاضی، آقای شاکرمی، 4 ماه من خسرو لطفی عذاب دادی، به جنون کشاندی. آره، یه ایثارگر ویران، یه ایثارگر داغان، یه ایثارگر منزوی، یه ایثارگر موجی تمام، به جنون کشاندیم. 4 ماه برای حمایت از عابدین مرادی، صاحبخانه زالو کثافت که کارزادش قاضیه یا برادرزادش قاضیه، از او حمایت کردی. پرونده دادی دادگاه صلح. آقای حسن زارعی قاضی، آقای قاضی، آقای حسن زارعی، شما اصلا من ندیدی، اما 2 سال نکردی، اصلا من شما ندیدم. به چه عنوان حکم قطعی من صادر کردی؟ طبق چه قانونی حکم من صادر کردی؟ اونم حکم قطعی. رفتم شکایت بکنم، دیدم آب هوام کفتنه، کسی همه حمایت نمیکنه، همه از شما حمایت بکنن چون قاضی هستین. عدس صدا میاد. آقای حسن یزدانی، کاری نداریم بماند. 2 حساب من مسدود کردین 4 ماه. شما 2 قاضی 4 ماه 2 حساب من مسدود کردین. پول او صاحبخانه زالو عابدین مرادی آشغال که کارزادش قاضی و برادرزادش قاضیه، مثل سگ بندازین جلوش. سگ خورد. پولش بندازین جلوش. 2 حساب من باز بکنین. 2 حساب من مسدود کردین 4 ماه. حسابای من باز بکنین. من یک گامم به دادگاه نمیاد، چون اصلا خوشم نمیاد بیام تو محیط دادگاهی که عدالت توش وجود نداره، حالم خراب میشه. حسابای من باز کنین. پولو آشغال زالو و کثافت مثل سگ بندازین جلوش. من از شما 2 قاضی در درگاه خدا نمیگذرم، واگذار دارم بکنم به خدا. خدا الله مددی. مرگ بر قاضیان و فاسد کرمانشاه، مرگ بر مسئولین فاسد نظام، مرگ بر قاضیان و فاسد کرمانشاه،